گروه نوبتی رو دعوت میکنیم. عربشو کمپانیا با صحنه هجوی. مرحمت. الو هم افیچر خوب رفت افیچر رو خوش برد نگم ها ما که پیدا من ملادای رو که میخوام بخندم همه ملادای جمع کردی که میخوام بخندم ها او دا آمدیم برابر شو نظام با پیش با قدم مش مادر وطن مادر وطن قامت نمودیم مادر وطن مادر وطن ایست یک دو میدانه ما کیون اینو بخواه من اگر در کوی شبکه اشما ورم سالداد کوی که تیار مکن فهمیده مرا میدانه ما کی بشم من بابا جانی تیلویتون بشم فهمیده نه چطور نشیدم بابای برفی بابا جانی تیلایی من شما ده یک سوال میدیم کی بخواهیش خودش خدمت آمده یک قدم به پیش ها بچه سوال من نفهمه بود چی بودا رفیق سرجان سوالی فرمون چی فهمه پرایوس اینجا یگون کس بعد خودش خودش اومدگی نیست ها فهمیده بچه که همه شما رو ابلا وقت دیگه یا ترچ خلو مردم مرا محترم سرجان همسایه‌مون دانی دادن اخی به یک قدم به پیش سربازی خطاری شما رو چه مردم مرا این همین نوشرگی شوه بازار در رفتم پرادکت خرید که استفدم نه گفتم خرید کنم که یک قلقوله شید دیگه نمیدونم اومدن من اومدم راستی گپ یه وقت میخیدم در چه سبزی پوست کستم اخی بیستا شما رو چه مردم ما را رفیق سرجان ایداری صندوق خبیدم خوی نوی وطن تو خدمت نکنی این خدمت نکنه من خدمت نکنم کیک در وطن خدمت نکنه همه بهوده سرگردان شدن من خودم اومدنی بودم بدانیدم من دینم پلیگون در رفتم عصبم کم کم ویران شده گرد برای بابا جان تلایتون خنداندن میدانیدن چیکار میکنه میخندونه آفرین حاجی یک تا مگنیتوفونی سامبوفر گفتم من اومدم وای وای من اومدم وای من اومدم تو را ببینم بیروم من اومدم وای وای من اومدم شدیت یک ساوری منی بگو یک کیف کنه دم بگیم روما بیو کیم چی کنه یک تاجیکی خمانه بخونه تاجیکی لطه بستم در دهنی دروازتون آچه من رایی میکنم خانتون لطه بستم در دهنی دروازتون آچه من رایی میکنم خانتون اینیم تومر دار ایسه بلرزانه مرگش لنیزد پختگی دیزد و خامش لنیزد سه بلرزانه خامش لنیزد کم در دیگه بردار یلمه شدک حقیقتی شما شوخی نکنم که کنه رادیو جان رادیو از بحر و بر میدیاد نو خبر یاد رادیو شکو حاضی محترم سرجان رادیوی امروز تولد میکند به خبر نمون فرزنددار میشوی دهشت نرخ گوشت گاو به 27 سامانی رسیده است چی مگر گاو بنزین خورده است دهان گفت من کلان میشوم عجبا وای بر حال ژیلوکا کی چی میشود طاقتی بوی بد ندارم اگر به خواب من در آمدی التماس پایتون را شوید دیگه کنن دیگه بزنه السلام علیکم شنوندگان گرامی در موج برنامه اطلاعات کریمینالی دیروز در نزد بازار برکت دو صادر کننده جنایی را دستگیر کردند که یکی دارای 5 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ضررآور سیمیچکا و دیگر 3 کیلوگرم مواد سخت تاثیر ناس دستگیر کرده شد. در نتیجه کارهای لابراتوری دو موش به هلاکت رسیده 25 ترکان دیگر زیر جراحت قرار گرفتند. روز 25 می باز یک صادر کننده دیگر را دستگیر کردند که جنایتکار تشریف خلیلوف در نزد کاخ باربد ماشین تمغه 2107 را به کلید برده ایستاده است.
дар пеши беморхонаи қараболо ба даст афтод. کارمند ملیسا صدرالدین نجمی‌دین و شبنم سوریا او را دستگیر کرده 2 سال از صحنه آزاد نمودند. همه دین من سرجان گفت که همه ها تیر پرانیده اومد تیار نیستند. دین پلیگان تیر پرانده. پرانید. که من امروز یک نظر بگذارم چی خیلی میپرانید برای پگاه تیار شد. تو دوربین تا بگی پیش برم. فقط نگاه کن. رفتم سرباز قطوری. بپران نگاه نکن. نرسید. تمام. تو بپران. ای رفیق شیرجان بالا و شکیده گذاشت. شما هم که اینجا برو دیگه چی کنه پرانا کنه پرانا تماشا کن اونا رفته است نگو چیکار شد بخواه تماما نرسید. الان شما الان خیلی مپرونه فهمیده نه تو پدرما را همشه اینشا او بارکه میکنید همه چیشا ساعت فوید رفیق شیرجان یه سوال. دو سوال. ما همین در همین چاس 2 سال با چیکار میکنیم؟ در همین چاس 2 سال چیکار میکنیم؟ او اینا ما چیکار کردیم میکنیم سال 2 سال؟ ما میدونه که در همین چاس شنبه یک شنبه او دیخواین دیگر روزا بکوریم. باقی گرد ماندگیش در کازارما میخنده شگا مش دن درن دن دن درن دن دن درن دن 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 دن. برآمدی عربشو کمپانیا بود در بخش سیوم یعنی صحنه هجوی. گروه عربشو کمپانیا در روی خط ما تحت رقم 04 نامنویس شده است. خب اگر اسمس فرستید بر رقم 04 را گرفته بر رقم 1617 ارسال دارید.